درود و مهر. شمس تبریزی گفت عرصه سخن بس تنگ است، عرصه معنا فراخ، از سخن پیشتر آ تا عرصه بینی و فراخی یابی. چرا شمس تبریز و عارفان دیگر عرصه سخن رو تنگ می نامند؟ برای اینکه اون معانی ژرف شهودی و اشراقی و عرفانی که عارفان در میابند با زبان معمول ما قابل بیان نیست. همچنان که شیخ محمود شبستری هم در گلشن راز اینگونه سرود که معانی هرگز اندر حرف ناید، که بحر قلزم اندر ظرف ناید. عروض و قافیه معنا نسنجد، که هر ظرفی در او معنا نگنجد. شما از حرف خود در تنگناییم، چرا چیز دیگر بر وی فزایی؟ این یک نکته کلیدی هست که در درک کلام عارفان و زبان عارفان ما با زبانی رمزی و نمادین مواجه هستیم و به همین خاطر هست که کلام عارفان چند لایه هست، نیاز به تفسیر داره، نیاز به تعویل داره. به همین خاطر هست که مثنوی مولانا این همه شرح و تفسیر میشه، برای اینکه دریابیم که معانی که در پشت این حکایت ها نهفته هست چیست. چنانکه خود مولانا هم درباره قصه های مثنوی این گونه سروده که ای برادر قصه چون پیمانه ای، معنی اندر وی مثال دانه ای. پس در پی معنا باشیم. بدرود.